باری میگوید یک منکر خدا نزد حضرت امام آمدند و گفتند ای امام اعظم، خدایی که تو پرستش میکنی و میگویی که وی یکه و یگانه است، وی را بار دیدگی هستی؟ مثل بعضی از همون اتئیستایی که آنچه را که میبینن باور میکنن، آنچه را که نمیبینن باور نمیکنن. آن خدایی که تو پرستش میکنی وی را دیدگی هستی؟ در درالمختار در مقدمش حضرت امام میگوید که در جامع الرموز میگوید من خدای خودم میگه در خوابم 100 مراتبه دیدگی هست. حضرت امام ابو حنیفه میگوید که حضرت شبها خوابم نداشتند، 100 بار خدا را در خوابم دیدگی هست میگوید. این منکر خدا، این بی خدا چنین سوال کرد. حضرت امام چی گفتند؟ سبحان ربی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. آیت تلاوت کرده از سوره انعام است. حضرت امام گفتند خدای من میگوید که چشمهای شما قدرت مرا دیدن ندارند، لیکن چشم من همه شما را میبیند. این به خدا چی گفت؟ گفت خدا را ندیدی؟ گفت نه ندیدم. گفت آیا گفت همون خدایی که تو عبادتش میکنی بار به دستت قپیدگیش هستی؟ گفت نه. گفت قپیدگیش هم نیست. گفت آیا از او یگان صحبت شنیدگی هستی؟ صدای او را به گوشت شنیدی؟ گفت نه نشنیدم. گفت آیا خدای تو گو یگان بوی دارد؟ بوی. حضرت در این جواب بی خدا فقط چی میگفت؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. این خدای من مانند ندارد، با قدرت خدای من هیچ قدرت برابر شدن نمیتواند. خدای من بیناست، خدای من شنواست. این بی خدا چی گفت؟ بادام خدای را که ندیده باشی، از خدایی که تو هیچ صحبت شنیده نباشی، از خدایی که بوی به تو نرسیده باشد، از خدایی که دست تو در وی نرسانده باشی، پس چگونه تو بر من اثبات میکنی که خدای تو وجود دارد؟ اثبات کن کنی همون خدا. الحال در این زمان ما و شما هم این چنین ملحدا و بی خداها خیلی زیاد شدن. حضرت امام چی گفتند؟ حضرت امام گفتند ای مرد که این کار خدا میکنی، آیا گفتند عقلت را دیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را دیدگی نیستم. آیا گفت از عقلت چیز شنیدگی هستی؟ گفت نه، از عقلم چیز شنیدگی هم نیستم. آیا عقلت را به دستت قپیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را به دستم نقپید.